سلام دوستای خوبم. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری مثل من این مدلی موهاتون رو حالت دار و خوشگل و تمیز توی خونه سشوار کنین. چنل من اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین، این زنگوله رو بزنین که ویدیو براتون میذارم حتما بیاد. ویدیو رو از دست ندین تا آخر ویدیو بیاین، چون مطمئنم بعد از آموزش این فیلم هر روز خودتون خیلی راحت توی خونه موهاتون رو حرفه‌ای براشی میکنین. دوستتون دارم. خب بچه‌ها، من موهامو شستم. به موهامم یه ماسک درست میکنم که قول میدم بعداً حتما بهتون بگم، چون خیلی برای موهای دکولور شده خفنه. ولی امروز قراره که با هم سشوار کشیدن حرفه‌ای یاد بگیریم. بچه‌ها قبل از اینکه بخوایم سشوار رو بهتون یاد بدم، یه چیزی رو بهتون بگم. شما اول باید موهاتون رو کاملا با باد سشوار خشک کنین و اینکه قبل از سشوار کردنتون حتما باید از اسپری 2 فاز استفاده کنین، نه روغن آرگان، چون روغن و کرما با گرمای سشوار باعث میشن که به موهاتون آسیب برسه. ولی اگر قبل از سشوارتون از آرگان، اشتباه گفتم، اگر از اسپری 2 فاز استفاده کنین موهاتون آسیب سشوار رو به خودش نمیگیره. پس بریم که بهتون بگم چی جوری یه سشوار خفن داشته باشیم. همونطور که میبینید موهام خیسه. خب بچه‌ها، این درسته که میگن موهاتون رو خیس شونه نکنین، ولی من از کرم خیلی زیادی، مراقبت‌های خیلی زیادی برای موهام استفاده میکنم که اصلا کشیده نمیشه و خیلی راحت شونه میشه. واسه همین قبل از سشوار موهامو شونه میکنم. میخوام بهتون بگم که چجوری موهاتون رو خشک کنین با باد سشوار، چون اونم خیلی مهمه. توی سالونا و آرایشگاه‌ها که میرین سشوار رو بهتون نشون بدم. اول سشوار رو به صورت اینجوری میگیرن، موها رو اینجوری میکنن. خب این باعث میشه که مخصوصا موهای دکولور شده به همدیگه گره بخوره و موقع سشوار شدن و شونه کشیدن موها کات کات بشه. پس واسه همین خیلی مهمه که سشوار رو همینطوری از بالا بگیرین، آروم آروم حرکت بدین و از بالا موهاتون رو خشک کنین. با دست لای موهاتون آروم آروم اینجوری باز کنین که هوا بره داخلش. اصلا این کارو نکنین چون اشتباهه. بریم که منم موهامو خشک کنم، بعد بریم براشین کنیم. خب بچه‌ها، تموم شدش خشک کردن موهای من. سیبیلام عرق کرد. بعد اینکه موهاتون رو خشک کردین، حالا آروم موهاتون رو شونه کنین که سشوار اصلیمون رو انجام بدیم. بچه‌ها، اولین کاری که میکنین همیشه موهاتون رو مرتب تقسیم بندی کنین از بغل گوش تا بغل گوش که بتونین راحت سشوارتون رو انجام بدین، وگرنه اینجوری موهاتون درگیر هم میشه، وز میشه، نامرتب میشه و این حرفا. من قراره سشواری که انجام میدم با این رولای بیگودی، بعدش همون لحظه هر لایه از مومو که سشوار میکنم رولمو میپیچم، بعد میرم لایه بعدیمو سشوار میکنم. چرا؟ چون وقتی که داغه موهاتون این رولا رو میپیچین خیلی خوشگل حالت میگیره. اگر سشوارتون هم کامل تموم کنین اینا رو هم بپیچین بازم نتیجهشو میبینین حتما، چون باعث میشه که موهاتون توپ وایسه. خب من این قسمتم هم جدا کنم. بچه چتریمو به صورت مثلثی میخوام جدا کنم. اول چتریمو سشوار بکنم، بعد دوباره برم سراغ بقیه موها. یه چیزم بهتون بگم، چتری خیلیاتون بلد نیستین چجوری چتریای صافو درست کنین. چتریای من الان بلند شده، ولی بازم یه ویدیوی دیگه براتون میگیرم که توی اون ویدیو بهتون کامل یاد بدم که چجوری چتری صاف و مرتب برای خودتون درست کنین. پس بریم که چتریامون رو اول سشوار کنیم و توی بیگودی بپیچیم. بچه دیدین چتریمو که سشوار کردم، یه مکس کردم شونم خنک بشه، بعد موهامو ول کنم. خب حالا اول از همه چتریمو من میپیچم. چتریام چون کوتاهه باید از بیگودی کوچیک براش استفاده کنم. بچه بیگودی رو بذارین مرکز سرتون، ریشه موهاتون، اینا خودشون مو رو شونه میکنن. از زیر نگاه کنین، دستمو گذاشتم با از رو بکشیم به سمت پایین تا نوک مو رو توش جمع کنین. به همین راحتی بکشینش سمت بالا و بیگودیش کنیم. بریم بقیه موهامون رو تیکه تیکه همینجوری سشوار کنیم و بیگودیش رو بپیچیم. پشت سرمو
به 2 قسمت تقسیم میکنم. هر قسمتش رو میدونیم همینجوری با انگشتم جدا میکنم که تیکه های سشوارم آماده باشه و براشینگش میکنم. بچه پشت سرم هم دیدین همینطوری که سشوار کردم، بیگودی های پشت سرم هم دونه دونه که موهامو تیکه تیکه سشوار میکنم، بیگودیاشو میپیچم با همین راحتی. با کل موهاتون همین کارو بکنین. باور کنین که با این روش یه سشوار خیلی خفن میتونین برای خودتون انجام بدین که نیاز نباشه هر روز برین آرایشگاه یه عالمه پول بدین چون سشوار بلد نیستین. من کل موهامو سشوار کنم، نتیجه کارو بهتون نشون بدم. بچه‌ها من کل موهامو پیچیدم، خیلی گرمم شد. شما میتونین که سایزهای مختلف روی موهاتون بپیچین، کوچیک باشه، بزرگ باشه، مدیوم باشه، بستگی به استایل که دوست دارین بکنه داره. من مختلف پیچیدم، یه جایشو بزرگ پیچیدم، ببینید حالا نمیدونم پشتم شد یا نه چون نمیتونم ببینم. یه جایشو کوچیک‌تر، چتریمو که خیلی کوچیک زدم، باید بریم بازش کنیم ببینیم چی جوری میشه. البته مال من تازه تموم شده، یه نیم ساعت اگه مکس بدین خیلی خوب میشه. من نمیخوام خیلی زیاد حالت بگیره، نیم ساعت گذشته، میام دونه دونه موهامو میخوام باز کنم، با هم باشیم ببینیم. وای خیلی خوبه، اینجوری موهاتون اصلا نمیخوابه دیگه. ببینیم حالت خوب. یس. چرا بامزه شده چترین. خب آرگانو بعد از سشوار همونطور که بهتون گفتم به موهاتون بزنید برای مراقبت موهاتون. بچه‌ها دیگه هر مدلی هم که دوست داشته باشین میتونین به چتریاتون بدین. من چتریامو این مدلی درست میکنم همیشه چون بلند شده. میدین که چقدر راحت خودتون میتونین تو خونه موهاتون رو خیلی تمیز سشوار کنین که قشنگ 2 روزم بمونه. یعنی سشوار الکی ها نکشین. نیازی نیست دیگه هر روز بخواین برین توی آرایشگاه یه عالمه پول بدین که بخوام براتون سشوار کنم. به همین قشنگی